سلام. توی این پست میخوایم آموزش تیره تر کردن کرم پودر رو براتون داشته باشیم. امیدوارم که استفاده لازم رو از نکاتی که خدمتتون عرض میکنم ببرید. کرم پودری که اینجا روی پلت ریختم اورال 125 هست. روی پلت رنگدانمون دو رنگ رو میتونیم برای تیره تر کردن کرم پودر به کار ببریم، اما اگر کسی رنگ پوستش سبزه باشه ما مقداری آبی رو به رنگ کرم پودرمون اضافه میکنیم. بریم ببینیم که چه رنگایی رو به ما میده. برای تیره کردن هم از این رنگ و هم از رنگی که در بالا سمت راست این رنگ وجود داره، البته از این جهت میتونیم استفاده کنیم که تیره تر بشه. حالا ما مقداری از این رنگ رو میخوایم ترکیب کنیم با کرم پودرمون، ببینیم چه نتیجه ای رو میده. خود کرم پودر هم اینجا میذارم که رنگش نسبت به اون سنجیده بشه. از این رنگ هم برمیدارم. دوستان هیچ وقت از رنگ مشکی برای تیره کردن کرم پودرتون استفاده نکنید. یک نتیجه بسیار افتضاحی رو هر چند کم به کرم پودرتون اضافه بکنید، به مقدار حتی خیلی کم اضافه بکنید، یک رنگ بسیار غیر نرمالی رو بهتون میده که اصلا هیچ جوره جمع نمیشه واقعا. پس بهتره که اگر هم خواستیم رنگ تیره تری رو استفاده بکنیم اصلا سراغ مشکی برای تیره تر کردن کرم پودر نریم. حالا برای افرادی که رنگ پوستشون سبز هست مقداری آبی رو در پست بعدی بهتون آموزش میدم که با کرم پودر ترکیب میکنم. خوشحال میشم که همراه هم باشین تا نکات بیشتری رو بتونم در خدمتتون باشم و براتون بگم.